احترام و ارادت خدمت شما همه دوستان حاضر در جمع و دوستان غیر حاضر در جمع و شاعر عزیز ما شریح عزیز که شاعری نازنین، انسانی نازنین تر و البته یعنی لازم است بگفتن که نمیتوان شاعری خوبی بود بدون آن که انسان خوبی باشی و خوشبختانه یکی از مصادیق این سخن در حقیقت نظامی گنجوی دوست عزیز ما شریح شیون عزیز است. گفت مثل در قلعه قدیمی دلگیر همیشه بسته بودن، در بین گزارهای ممنوع یک شاعر گیج و خسته بودن. شریح یکی از نجیبترین و مبادی آدابترین شاعران روزگار ماست و البته ادبیات با آداب نسبتی ذاتی دارد. جدا از اینکه شریح شاعری فاضل و تحصیل کرده است که از بین کسان بسیاری که در افغانستان ترکی می‌دانند یکی از مهمترین گنجینه‌های ادب ترک را به فارسی برگرداندم. شعرهای یونس امرم، شاعری هم دوره مولانا که پدر ادبیات صوفیانه ترکی شمرده می شود و راوی عرفان خراسانی و میراث فرهنگی اجدادی برای مردم آناتولی بوده. فکر میکنم که نمیفهم چقدر دقیق، اما جایی در حقیقت من خوانده یا شنیده بودم که شریحشان در بدخشان از منطقه‌ای هستند که به زبان سرغلامی، اگر درست تلفظ کنم، یعنی صحبت میکنند یا هنوز این زبان قد باستانی در این گوشه از بدخشان تکلم میشن. ما میفهمیم که زبانهای پامیری و به خصوص ای به چند زبانی که در شمال بدخشان هنوز باقی ماندن، هنوز حلقه وصل ما فارسی زبانها با باقی مردمان هم فرهنگ و در حقیقت هموطن ما در باقی سرزمین پهناوری است که فرهنگ ما را در خود داره، یعنی از آناتولی تا ترکستان، از ترکیه تا ترکستان، در بین دو تا سنگ ترکی که همه اینها روزگاری در حقیقت انتخاب کرده بودند که به فارسی سخن بگویند. نظامی جایی میگه که ازش میپرسن که چرا به ترکی شعر نمی‌نویسی با اینکه زبان مادری ترکی است؟ میگه ترکی سخن وفای ما نیست. معنیش وهن یا در حقیقت نحوی بی‌حرمتی به زبان ترکی نیست، بلکه است که میگه ما همه مردمانی که در این ناحیه زندگی میکنیم تعهد کرده بودیم، وفا کرده بودیم که به زبان فارسی به عنوان زبانی فراقومی و بین قومی سخن بگوییم. یعنی فارسی گنجینه‌ای مشترک از آن همه ماست، همه ما کسانی که در این منطقه و ناحیه و سرزمین بزرگ هستیم. با اینکه زبان‌های مختلف بومی یا دقیقاً محلی داریم، اما زبان فارسی زبان مشترک همه ماست و سخن وفای ماست. اما آنچه که در حقیقت مهمه در بین نقطه وصلی که باقی مانده از روزگار قدیم که نشان میده و اثبات میده که چقدر یگانه است و نزدیک است و در حقیقت هم ریشه و هم جان است. زبان‌های مثل ترکی و دیگر زبان‌های ناحیه هم از سغدی تا مثلا کردی و بلوچی با فارسی زبان‌های پامیری است، و خصوص سرغلامی که آدم میبینه چطور در قدیم اینا از یک ریشه مشترک جدا شدند و در یک چتر واحد همه اینها روزگار یگانه بودن، هنوز هم یگانه هستند
اگرچه به هزار تا دلیل سیاسی بین مردمان ناحیه ما فاصله افتادن. خب از بحث دور نشیم. عرض میکردم که یونس امره هم راوی عرفان خراسانی و راوی میراث فرهنگی اجدادش برای مردم آناتولی بودند. او این میراث رو دوباره به هموطنان سابقش برگرداند. این تجربه و تجربه تحصیل او در بیرون از کشور و آشناییش هم با ادبیات کلاسیک فارسی، هم ادبیات امروز و هم ادبیات دیگر ملل، از او شاعری ممتاز ساختند. ممتاز بدون تعارف، چرا که زبان و لحن شعرهای او از همه شاعران هم روزگارش متفاوت است. مثل خودش زلال و نجیب، با کنایه های تلخ و روزگار و وضعیت حاکم و چشماندازی عمیق‌تر. ما گریه های اول میلاد خود هستیم، اصلا خطای مضحک اجداد خود هستیم، یا مضحک اجداد خود هستیم. دو کوره راه گم شده در جنگل تاریک، دنبال کشف بعدی از ابعاد خود هستیم. در اشکهای همدیگر غرقیم و میخندیم، زندانیان کشور آزاد خود هستیم. اما این کنایه ها و گزنه ها خیلی وقتها ژرفای بیشتری میگیرد. به بنیانهایی که ستم را ساختند و چارچوب فرهنگی این زندان و دیوارهایی که در ذهن مردم زندان را ساختند و لش کرده و باور شدند. و هرچه را دست زدم معنیش آزارم داد، خواستم فکر کنم لکم و دینم افتاد. و همین طور بر روش یا روش هایی که نخبگان برای تغییر اوضاع در پیش گرفتند ایراد میگیرد و به قصوری که برای وضعیت موجود بیش از همه به گردن ما فرهنگیان است. یعنی ما فرهنگیان و در حقیقت اهل قلم و اهل فرهنگ اگر مدعی شیم که ما هم قربانی وضعیتیم، کمی جفاست. به این خاطر که به واقع ما مسئولیم، ما مقصر و گناهکاریم، همه ما به اندازه خود ما، نسل‌های پیشتر از ما بیشتر، ما به سهم خود ما و به زعم به اندازه خود ما نتونستیم، ناتوان بودیم در تغییر وضعیت، در تغییر گفتمان و وضعیتی که به وجود آمد، زندانی که در ذهن مردم هر روز دیوارهایش در حال گسترده شدن بود، در مقابل چشمان ما اتفاق افتاد و ما به راستی گناهکاری از این لحاظ. گفت در صفحه رخنامه جعلی رفتیم، نان و کار و زن گفتیم. او در کف دستش تفنگش بود، من در کف دستم خیالاتم، در فکر تسخیر جهان بودم با چند تا شعر و مقالاتم. این نگاه شناختی به جامعه و به انسان خیلی ستودنی است. این همان گم شده ما اهل فرهنگ است که در تبارگرایی، جنسیت زدگی و غرق شدن در اوهام کوچه بازاری غرق شده ایم. شعر باید نگاهبان شعور و حافظه جمعی و مشعلدار فضیلت و البته تغییر و اصلاح در جامعه باشد. درست است که مخاطب شعر اندک است، اما مهم است که بدانیم تأثیری که شعر دارد تأثیری آبشاری بر نخبگان است. یعنی شعر ذهنیت نخبگان و قد معرفت شناختی نخبگان جامعه را متأثر میکنه و نخبگان است که همه جامعه را به نحوی میتونه باعث تغییرش شود. و آره، تأثیر آبشاری بر نخبگان و بعد همه جامعه دارد. گفتمان نخبگی وابسته به شعر است و از این جهت شریع در نقشی که و سهمی که گرفتم ستایش برانگیز است. اما چند تا شکایت آمیزم و شکر نیز هست که باید گفت. من از دلبستگی او به بدخشان درخشان که پایتخت درخشان زیبایی و فرهنگ و فضیلت و شعر است، بدون تعارف و اغراق، و آن طبیعت جادویی و
دلبستگی شریع به این طبیعت بومی و بومی ماندن خود شعرش و جان شعرهایش خوشنودم و واقعا می ستایم. گفت پشت دلتنگی خود جینگ زدم خوابیدم، چین شد از زندگی و روی جبینم افتاد. در کتاب چند تا اشتباه تایپی هم هست قابل ذکر. اینا به نظر من آقای باروش باید به لحاظ محکم بگیریم. خب بذار تعبیض مذاق بکنم، یعنی یک چند تا در حقیقت چیز مانده، اما نکته تایپی. آره، اما گاهی غلبه لهجه در شعرش اشکال ایجاد میکند. یعنی یک مشکلی که در شعر خیلی از دوستان ما در بدخشان هست، در همه افغانستان، در همه زبان فارسی هست، در شعر شیرازی هم لهجه خود گاهی وقتا دارن و باعث مشکل میشن. در مردمان دیگه هم، هرات هم، چه میفهمم، در فارسی زبانهای که زبان مادریشان لهجه مادریشان هزارگیز هم. آره، در بدخشان این غلبه لهجه کمی بیشتر گاهی دیده میشه. فکر کنیم مثلا در یک شعر تأسف با توقف و متعارف قافیه شده. در بدخشان همه اینا با او خوانده میشن در لهجه بدخشی، اما در فارسی معیار، فارسی مکتوب ما، این به نادرست است و مشکل قافیه ایجاد میکنه. یا مثلا از دیگر چیزایی که یعنی باید بگوییم عیبی است که وجود داره به نظر من، باز هم نوع کاربرد فعل هاست که در لهجه بدخشی عادی است اما در لهجه رسمی باعث ضعف زبان میشه. مثلا تا افقهای خودت چشم مرا بر دریا. در تاجیکستان و در بدخشان فعل امری به همین صورت کلاسیک و درستش استفاده میشه، اما در روزگار در فارسی رسمی امروز ما با به تاکید، یعنی ببر، اشکال نداره به لحاظ نحوی و دستوری، اما زبان را در حقیقت باعث ضعف زبان میشه و این برای شعرهای بی‌نظیری که داره شعری و کتابش به نظر من قابل چیز است، قابل اغماض نیست. میشه یعنی به راحتی میتوانست شاعر روی اینا تأمل کنه. و بالاخره آخرین موضوع گفت از هر چه بگذری سخن عشق خوشتر است. عشق کیمیای هستی ما در مقابله با وضعیت، هر وضعیت ستمی، هر وضعیت سلطه‌ای بوده هست و خواهد بود از روزگار حافظ تا امروز. به برکت عشق بوده که ما فرهنگ داستانی خود ما را حفظ کردیم و در زیر بار مصائب ایستادیم و محکم ایستادیم. چند تا شعر من جدا کرده بودم، خب نه احتمال نیستم کجاست، اما یک شعر میخوانم براتون. آره، به چیز میگه: از زبانت مثل زاغی باز سر می آورد، شعر تو از روح تاریکت خبر می آورد. خنده کردن زیب لبهای ترکدار تو نیست، گریه کن که گریه کیف بیشتر می آورد. باز می لرزد دلت، دستت، زبانت تتله است، چیز که قلب تو را از سینه در می آورد. عشق این ابلیس پنهان در وجود آدمی، صد بلا را بر سر نسل بشر می آورد. درد یعنی آتش خاموش روشن در دلت، یا که درد یعنی آتش خاموش روشن در دلت. صبر را مانند دیگ شیر سر می آورد. سلامت باشین. بازم تشکر و تبریک به آقای شیون عزیز. گفت من تمام شده. اگه صحبت نیست یا عرضی نیست من
گل کنم میکروفون من. تشکر زیاد استاد گرامی، واقعا فایده بردیم. خانم بسیار حتما لطف دادین، سلامت باشین. فکر کنم که توانگر تشریف ندادن دیگه. وقتی که خانم توانگر هم که نوختر کردن، اهل دین بحری یک شعری بسیار آقای بارش حیثناک گرامی برای ببخشید، خانم من یک چیزی را اینجا مطرح کنم. جناب دکتر سے ببخشین که دستتون بالا شده بود، فکرم نشده بود که وقتی که جناب استاد سخنرانی میکرد من واقعا نتونستم که دست شما بالا شدن پاسخ را بکنم. مهربانی است از شما میشم جناب دکتر سے. خواهش میکنم. من خوشحال هستم که استاد محمدی هم به جمع ما پیوستن و از صحبت‌های خوبشان استفاده کردیم، فیض بردیم. به ادامه صحبت‌های آقای محمدی من خواستم که یک مقدار وضاحت ببخشم اما قسمت آخر صحبت ما که آقای شرق هم اشاره به او داشتن. آقای شرق نظریه واکنش زبانی چامسکی را مطرح کردن که گفتن مهمترین وجهه زبان وجهه اندیشگانی و شعری زبان است. من با این نظر سازگار هستم، یعنی موافق هستم که فیلسوفان و شاعران بودند که در واقع پیشبرندگان زبان بودند و زبان را انکشاف دادند و به جلو بردند. منظور در صحبت‌های من این بود که ما بیاییم و یک چارچوبی وضع بکنیم و شاعر در این چارچوب محبوس کنیم و بگیم که شما نمیتونین از اینجا بیرون برین، بلکه وقتی ما یک زمانی است که ما فراتر از زبان قرار داریم و زبان مومی است در دست ما و ما بیرون می جهیم از این ساختارها. یک زمان دیگه است که ما خیلی زود عبور میکنیم و یک سری چیزها به عنوان ضعف خودشان نشان میدن. منظوری من از این در ساختار باقی ماندن نبود، بلکه یک ساختارهای ابتدایی است که اگر یک شاعر که خودش میتونه به بسیار سادگی از او مشکلات رفع بکنه و این کار نمیکنه، در اینجاست که میشه برو خورده گرفت و او را آگاه ساخت که باید این مسائل رفع کنه. و در کنار دیگه میگه من چون در چارچوب ساختارگرایی صحبت میکردم، بنابراین خیلی در مورد ساختار صحبت کردم و ساختار برجسته شد و شاید این برداشت صورت گرفت که باید در ساختار ماند و از ساختار نباید عبور کرد. برخلاف این که ساختارها وقتی کارشون انجام میدن دیگه خیلی آروبندانه از صحنه میرن بیرون و ساختارهای جدیدی جای اونا رو میگیرن و در واقع امی داد و ستد ساختارها یا در برابر همدیگر قرار گرفتن گفتمانها و اینا بودن که این زنجیره را تا فعلا کشیدن و صحبت‌های ممینا بود. ممنون. تشکر زیاد جناب دکتر صاحب از وضاحتتان. باز هم آموزنده تمام شد برام. تشکر زیاد، سلامت باشین. خب شری شوان جای میگه که گاهی شیاطین در دلم تسبیح میگویند، گاهی ملائک می نوازد چنگ و دف در من. دنیا چنان دشتی است و اندوه تاریکی، مانند بادی میوزد از هر طرف در من. دیده فرجامین امیدی هر علف در من. سپاسی بکران از شما جناب دکتر صاحب، جناب استاد گرامی. و بخش سخنرانی به نظرم تمام شده. خانم تمنا توانگر حضور ندارند.
امرالله منیب و اهل‌الدین بری، دو نفر هستند که دست‌ها در ماشه آماده شعرخوانی. اگر استاد قاسمی رشیدی هم نرفته باشن برنامه را رنگین‌تر می‌سازه با شعر تازه‌شان. اهل‌الدین بری. فقط پیش از اینکه می بحری سب شعر بخوانم، گاهی در دلم شایطین تسبیح میخوانند. امیرم میخواستم بگم که ما در این گپ پیش شکی نداریم. سلام خدمت همگی. صحبتات نشد در جایی که در جنجال شیخا و منیشه و سموره. صدای مرا میشنوین؟ بله. مهربانی حضرت بهری، مهربانی. سلام خدمت همگی. سلام خاص خدمت استاد محمدی عزیز. بعد دیدم حرفای خوبش شنیدم و جناب شیوای شرق دوستای دیگه. سلام به همه. حرفا بعد کافی گفته شد. ما در حضور شاعرای بزرگ و آدمای بزرگ مثل استاد شعر خواندن بسیار جرأت به کار است. امیدوار هستم که بتانم شعر بخوانم براتان. بگز پشت ابرهای سیاه و درختها، از پشت ابرهای سیاه و درختها، خورشید را به خانه کشی مثل کودکان. چون ذره درون دل کهکشانها، منزل کنی به خانه گرم ستارگان. چون دستهای خسته سرباز عاشقی، بر طاق سرد خانه گذار تفنگ را. باشد دوباره اشک نریزن مادران، روی زمین تمام کنی هرچی جنگ را. شاعر شوی و پرچم آزادی بر کفت، شعر ترانه به لب دختران شود. مانند یک پرنده با بالهای نور، وقتی مسیر پر زدنت آسمان شود. پایان شب سپیده شوی هر کرانه را، مانند یک غروب غریبانه سرزنی. گاه دم مسیح شوی شهر مرده را، گنج شوی و از دل ویران سرزنی. یک تک درخت خشک شوی تا کلاغها، عاشق شوند نک بزنن لعنت کنن. تا با سر بلند برقصی به پایدار، موی شوی که حادثه ها شانت کنن. کوه پر از غرور شوی از نریختن، کوه پر از غرور شوی از نریختن. چون مژه های باد نگیری به خود قرار، یک شهر را چراغ بگیری به دست خود، در جستجوی آینه خالی از غبار. وقتی که در رفاقت یاران نیمه راه، بین شک و یقین شده باشی چی میکنی. وقتی که در رفاقت یاران نیمه راه، بین شک و یقین شده باشی چی میکنی. یا چون تفنگ خالی و فرمانده اسیر، یک گریه سرزمین شده باشی چی میکنی. بسیار تشکر از حوصله‌مندی همه و سلام خاص به شیوانی عزیز. تبریک باشد دوست خوبان شاعر نازنین ما و همگی. تشکر زیاد حضرت بهری صاحب گرامی. جور و بخیر سلامت باشی. ماهایی که در گرمای 56 درجه سانتیگرادی کولر 6 سالن تن سوختمون سرد نمیکنه. امرالله منیب دریای بدخشان دریای کوچه را مانع رو نشان میده. حالی بیا شعر بخوان حضرت منیب صاحب. سلام جناب بارش صاحب، سلام خدمت استاد محمدی عزیز و همه دوستان دیگر. متاسفانه من شعری ندارم فعلا. اگر موافق باشین استاد رشیدی یک شعر بخوانند براتون. اینم احتمالاً در لیستتان بوده باشه. استاد براتون بخوانند. استاد فعلا موجود نداره. بالا پایان کالیدم استاد پیشتر بودن. فعلا اگر باشه استاد یک صدا شما کسی صدای مبارک.
استاد با ما از یک جای هستیم. استاد که با شما بوده سعید استاد گرامی پیشتر چی کردیم ذکر خیرشان کردیم که بعد از مولانا نصرالدین دومین مولای دوست داشتنی استاد قاسم رشیدی است. واقعا استاد رشیدی دوست داشتنی ترین شاعر است که حضور داره. خب سلام و عرض ادب حضور استاد محمدی، دکتر صاحب، جناب شرق صاحب و مری شریف سیوان، همه دوستایی که ما را میبینن سلام عرض میکنم. ما اگرچه شعر خواندن از یاد بلد نیستم، در سبک ملای یک شعر میخوانم. امیدوارم که پیش استاد محمدی هم خواندن مشکل هست، ولی به هر صورت شما اصرار کردن یک غزل امشب نوشته کردم و براتون میخونم. میگه غیر افتادن به دام تو دیگر راهی نداشت، از بلایی که سرش آوردی آگاهی نداشت. تور قلبم را پس از تو بارها انداختم، کوکچه اما دیگر مانند تو ماهی نداشت. آمدم پیش تو با دستان پر از دوستی، دستی من اما تو چیزی را که میخواهی نداشت. آن قدرها هم به سر هرگز نمی افتادم، کوچه های شهر اگر در هر قدم چاهی نداشت. با چراغ شعر دنبال تو افتادم برا، با چراغ شعر دنبال تو افتادم برا. با تأسف شعر چیزی غیر گمراهی نداشت. ممنون از توجهتان. استاد رشیدی واقعا افتخار بخشیدی. هر بیت پر از سرریز لطافت و شکر شیرینی. یک دو تا دیگه هم بخوام که استاد چند بوسه طرف تقدیم کرد. وقتی هر بوسه 4 غزل قیمت داره. یک شعر دیگه هم خیلی میخوانم. میگه من نمیخواهم اگرچه با تو باشم در بهشت، من نمیخواهم اگرچه با تو باشم در بهشت. با تأسف در جهنم، با تأسف کرده یک جا. میبخشین که شعر چطور شده؟ شعر غلطی را بود. شعر نافرمانی میکنه گوی. میبینی گفتی غیر گمراهی نداشتی نمیجا. خب میبخشین. من نمیخواهم اگرچه با تو باشم در بهشت، با تأسف در جهنم با تو همسر رویشت. تو نداری دشمنی با شعرهای من، فقط هرچی زیبایی است می آید به چشمان تو زیشت. غیر بدبختی بگو دیگر چی دارد حاصلی، تخم نفرت را که دستان تو در این خاک کیشت. ای که قصرت می درخشد در دل ویرانه ها، شاهد غارتگری های تو است این سنگ خیشت. سالها من فکر می کردم که اهل مسجدی، سر در آوردی تو به شرمانه اما از کی نیست. بازم ممنونتون که یک خلالی آمد. سلامت باشی جناب استاد. کامی هم اگر شیرین کردی واقعا خیر ببینی. دوستایی که در برنامه هستن و شعر میخوانند من بالا و پایین میپالم. کسی دست بالا نکرده. اگر هر کسی علاقه داره و شعر میخونه در غیر از او اگر
تقاضا میکنیم بارش ببخشید بعضی دوست تقاضا بالا میکنیم کردن جناب تو خودی اطلاع. متوجه نیستی. دکتر سمنورنیا دستشان بالاست، شعیب جان دستشان بالاست. همین رقم شما ببینید. ما بالا و پایین اینو میبینم که هر کسی که دستش بالا بود من دست دیگه هم بالا میکنم. اگر صمیمانه از جناب خود استاد رضا محمدی خواهش بکنیم یک شعر به برنامه شرح شیوان در کتاب گزاره‌های ممنوع اگر بخوانم، چون حافظه استاد پر از شعرهایی است که سرریز ملاحت هستند. قربانتون شما به خدا آمادگی نداشتم برای شعر خواندن. وعده میگیریم از آقای شیون که دوباره این مجلس برگزار کنه، یک مجلس دیگه هم و به طور ویژه چی کنیم، شعرخوانی کنیم در همین هفته خیلی نزدیک. مثلا هر روزی که بگوین و آره هم خب برای احتیاط حالا چیز نشه بهتر بیاگی گفت که عرض کنم خدمتتون که چیز صبر کنیم که چیز آره هیچ آماده نبودم، ببخشین. چیز هر شعر بخونم اشکال ندارم، از اینکه یادم بیاد دیگه ببینم چی یادم میاد. میگه صدای همسرش او را صدای همسرش او را به بسترش آورد. صدای همسرش او را به همسرش آورد. پرنده بود صدا لا نکرده بود درو، همین صدا وا گویم چه بر سرش آورد. شب اول شب بردش به کوچه بی خود کرد،